واسه بعد از سیل شکایت از این رپر آمریکایی، اوضاع به سرعت از کنترل خارج شد و این پرونده ابعاد خیلی بزرگتر و وحشتناکتری به خودش گرفت. توی روزهای بعد پلیس به خونه پافدیدی حمله کرد و در اونجا چیزهایی کشف شد که برای ما انسان‌های عادی زیاد قابل هضم نیستن. تونل‌های زیرزمینی، اتاق‌های مخفی، هزاران بطری روغن بچه، روانکننده‌ها، سلاح و اسباب بازی برای کودکان، 15 کیلوگرم از انواع مواد مخدر و روانگردان، صدها کلاهگیس و لباس‌های فانتزی و کلی دیلدو، لوازم اروتیک یا همون لوازم جنسی و فیلم‌های موساد 18 و هارد درایوهای مشکوک. طبق حدس و گمان‌ها تو این هاردها تصاویر و ویدیوهای مطمئنا جنسی اما غیر قابل معمول افراد مشهور و سیاستمداران خیلی زیادی وجود داره که پافدیدی از اونها برای اخاذی و تحت فشار قرار دادن این افراد استفاده می‌کرد. دوستان گفته شده که توی یکی از امارات‌های پافدیدی یه تخت 20 نفره هم بوده. تخت 20 نفره چه غلطی می‌کردن؟